بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. در درس دوم کتاب توحید هستیم که عنوانش از موضوعات توحیدی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. کتاب التوحید و قول الله تعالی و ما خلقت الجن، الله متعال میگه که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و همچنان الله سبحانه وتعالی میگه که ولقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، و در آیت دیگه الله سبحانه و تعالی میگه که وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، و همین قسم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. و آیت دیگه هست که قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. و حدیث عبدالله ابن مسعود است که من اراد ان ينظر الى وصیة محمد صلی الله علیه و سلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. و حدیث معاذ بن جبل رضی الله عنه است که كنت ردیف النبي صلی الله علیه و سلم على حمار فقال لي يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. و عالم شما به شرح این موضوعاتی که خواندیم هر کدام از این ترجمه میکنیم و شرح میکنیم ان شاء الله تعالی. در این درس مؤلف رحمه الله چند موضوعی را مطرح کرده هست که در اینجا بیان کرده. آیات قرآن است و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. درس شروع میکنم با بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. در بسم الله که است اینجا با علما میگن که این با که است این برای استعانت است و اینجا یک فعل مقدر میکنن و میگن که اصل جمله هی قسم است در زبان عربی که اصل جمله هست که یعنی ابتدئ یعنی شروع میکنم، ابتدا میکنم. ابتدئ بسم الله یعنی ابتدئ شروع میکنم به استعانت الله سبحانه و تعالی. پس اینجا با برای استعانت میه. مثلا در کتابای نحوی میگن که کتبت بالقلم، ما نوشته کردم با استعانت یا کمک قلم. این حال ای با برای استعانت است. وقتی که میگیم بسم الله معنایش قسم میشه که ابدأ به استعانت الله سبحانه و تعالی، ما شروع میکنم با استعانت و کمک الله سبحانه و تعالی. چی شروع میکنم؟ مثلا باز اینجا علما میگن که وقتی بسم الله میگی امو فعلی که مطابق عملت است، امو فعل اینجا چی میشه؟ مقدر میشه. چی قسم میگیم؟ وقتی میگیم بسم الله، علما من مثلا تدریس میکنم، پس من میگم بسم الله ادرس، ما به نام الله به استعانت الله تدریس میکنم. شما که درس میخونین چی میگن؟ میگن که بسم الله ادرسو، به نام الله درس میخونم. اگر آب مینوشین باز میگن بسم الله اشربو و اشربو. اگر باز مثلا غذا میخورین میگن که بسم الله اکلو. یعنی این عالم کتاب خود شروع کرده به استعانت الله، به نام الله شروع میکنه کتاب. و این هر مسلمان موحد باید همین قسم باشه که هر کار نیکی را که آغاز میکنه او را با نام الله سبحانه و تعالی شروع میکنه. و در بسم الله الرحمن الرحیم سه نام الله هست که یکی الله هست و یکی الرحمن است و یکی هم الرحیم است. الله سبحانه و تعالی نام الله نام بر ذات هست که الله نام ذات هست که رب العالمین هست، یعنی او رب العالمین است و معبود حقیقی هست، معبود حقیقی تمامی عالمیان است. همین قسم که رب العالمین است یعنی رب العالمین که خلق کننده مخلوقات است، روزی دهنده مخلوقات است، حفظ کننده مخلوقات است، یحیی و یمیت، زنده کننده و میراننده مخلوقات است.
و یحکم تعیین کننده احکام در مخلوقات هست. پس این الله نام به امت ذاتی هست که دارای امی افعال است، رب العالمین است. و همچنان نام هست برای معبود حقیقی عالمیان، چرا که دیگه معبودا که هستند ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. الله متعال میگه که معبود حقیقی الله هست و دیگرها که مردم او را معبود خود قرار میتن عبادت میکنن اینا معبودای باطل هستند. و دیگه الله سبحانه و تعالی نام است بر ذاتی که دارای صفات کمال هست. این صفاتش صفات کمال هست. اینال دیگر موجودات که صفاتشان کامل نیست، فقط الله هست که صفاتش صفات کمال است که شایسته معبود حقیقی هست. عبدالله بن عباس رضی الله عنهما میگه که الله ذو الالوهیت والمعبودیت علی خلقه اجمعین. الله سبحانه و تعالی دارای الوهیت و معبودیت بالای تمامی مخلوقات داره، یعنی که اله تمام مخلوقات است، دارای الوهیت است و معبود حقیقی تمامی مخلوقات است. و عالم دیگه میگه که شیخ عبدالرحمن آل سعدی که است در تفسیر قرآن، مفسر قرآن است، میگه که ذو الالوهیت، میگه الله صاحب الوهیت است به خاطر از اینکه لما توصف به من صفات الالوهیه، به خاطر از اینکه الله متصف است، موصوف است، صفت شده هست به صفات الوهیت التي هی صفات الکمال. این صفات دارای صفات کمال هست. اینال معبود که صاحب الوهیت است یعنی اله، او ذاتی هست که صفات کمال داره. از این خاطر در قرآن عظیم شان وقتی ما و شما میخونیم، وقتی که معبودای باطل الله بیان میکنه، میگه که اینا حتی یک پشه خلق کردن نمیتونن. الله هست که صفات کمال داره که خلق کننده آسمان ها و زمین است، خلق کننده کائنات است، رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل است، رب سماوات و رب الارض و رب تمامی مخلوقات است. از این خاطر این صاحب الوهیت است. و ذو العبودیه به خاطر ازی میگه که انه المعلوه المستحق لمعانی الالوهیت کلها، که او معبودی هست، الله معبودی هست که مستحق معانی الوهیت است. تمامی معانی الوهیت الله مستحقش است. بنابراین این واجب میکنه ان یکون المعبود، ای که الله سبحانه و تعالی به یگانگیش چی باشه؟ معبود باشه. پس الله معبود مستحق است که مستحق عبادت است و معبود حقیقی است و یگانه معبود هست. دوم نام الرحمن است. الرحمن هم نام است برای او ذاتی که نعمتهایش واسع هست و شامل هست. یعنی الله سبحانه و تعالی نعمتها داره، این نعمتهاش بسیار وسیع هست که تمامی کائنات و تمامی مخلوقات، آسمان ها و زمین و لوح و عرش و قلم و دنیا و آخرت، نعمت های الله کل ازیر میگیره، وسیع هست بسیار و شامله. به خاطر ازی است که نعمت های الله شامل تمام مخلوقات است، یعنی انسان ها، حیوانات، جن ها، همه از اینا را الله سبحانه و تعالی امی خالق هست که چی است. پس نعمت های الله سبحانه و تعالی وسیع هست، واسعه هست، یعنی وسیع هست که به تمام مخلوقات چی میشه؟ وسیع هست برای تمام چی است، یعنی بسیار وسیع هست که چون امی الرحمن که است، این علما میگن که به وزن فعلان هست. رحمان به وزن چی است؟ به وزن فعلان. وقتی که رحمان به وزن فعلان است و این یعنی دلالت به وسعت میکنه، وسعت یک صفت. و الله سبحانه و تعالی که نعمتهای شامل است. چی معنی شامل است؟ یعنی شامل تمام مخلوقات است، یعنی شامل که شامل تمامی مخلوقات می شود، یعنی نعمتهایش را به رحمتش به تمامی مخلوقاتش حتی دشمنانش هم می رساند. یعنی نعمتهای خود الله سبحانه و تعالی حتی نعمتهای شامل است که حتی به مخلوقاتش به کل از اینا می رساند.
و که همه مخلوقات را با تمامی کمیت، این الان که میگه همه مخلوقات با تمامی کمیت چی مانه؟ کمیت به معنای اندازه هست. این کمیت به معنای چی هست؟ به معنای اندازه هست. یعنی هر قدر اندازه مخلوقات زیاد باشد، این نعمت ها شامل حال آنها می شود. متوجه هستین؟ و یعنی به هر کمیت و کیفیتی که باشن، هر قدر، یعنی هر قدر تعداد مخلوقات زیاد باشد، به همان اندازه امیر رحمت الله سبحانه و تعالی که نعمتهایش هست برای این مخلوقات میرسه. اینال ای شد چیز. و دیگه همین مخلوقات با هر کیفیتی که باشن. کیفیت چی رو میگن؟ یعنی منظور از کیفیت چی است؟ منظور از کیفیت یعنی کیفیت چی رو میگن؟ کیفیت یعنی ساختمان مثلا مخلوقات. هر قدر یک مخلوق چی باشه؟ بزرگ باشه، باز هم نعمتهای الله سبحانه و تعالی و اساس رحمتش به آنها میرسه. پس این الرحمن این معنا را میده. و الرحیم که هست، الرحیم علما میگن که نام از نامهای الله هست که یعنی نام از بر ذاتی که دارای نعمتهای واصله هست. حالا شاید شما را کس پرسان کنه کلمه واصله چی مانه؟ یعنی که نعمتها را به مخلوقاتش میرساند. اینال ای وصل میکنه، نعمتها را بر مخلوقات میرسانه. یعنی نعمتش، رحمتش به بندگانش، یعنی رحمتش را به بندگانش میرسانه. نعمت مادی را برای همه و نعمت معنوی ایمانی توحیدی را برای بندگان خاص و مخلصش. یعنی الله سبحانه و تعالی یکی دو قسم نعمت هست که ما بفهمیم که یکی نعمتهای مادی هست و دیگه هم نعمتهای معنوی هست. اینال نعمتهای مادی که هست، نعمتهای مادی را الله سبحانه و تعالی نعمتهای مادی را به تمامی مخلوقات میرسانه. مثلا برای مسلمان، کافر، یهود، نصارا، برای همه از اینا چی میده؟ برای همه از اینا مثلا نعمتهای مادی خود را میدهد. از این خاطر یک شاعر میگه که ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری. دوستان را کجا کنی محروم؟ تو که بر دشمنان نظر داری. یعنی الله سبحانه و تعالی ذات کریمی هست که از خزانه غیب خود حتی برای گبر و ترسا همون نعمتهای خود میرسن. این نعمتهای مادی هست دیگه. وقتی که بر حتی دوستان کجا محروم میکنی، وقتی که بر دشمنایش هم نظر داری، بر از اونها هم نعمتهای مادی رو میرسنی. دیگه دوم نعمتهای چی هستن؟ نعمتهای معنوی هست. متوجه باشه، نعمتهای معنوی. و این نعمتهای معنوی که هست، این نعمتها را الله سبحانه و تعالی بر رحمتش برای بندگان خاصش، برای بنده های خاصش اینا چی میکنه؟ میرسانه. پس این نعمت ها را الله سبحانه تعالی برای بنده های خاصش میرسانه. از همین خاطر علما مثلا در این راستا میگن که الله سبحانه و تعالی وقتی که نعمت ها را چی میکنه؟ این نعمت های خاص خود برای بنده های خاص خود الله سبحانه و تعالی میرسانه به بندگان خاصش. بنده های خاصش نعمت های خاص خود میرسانه. مثلا ایمان هست، تقوا هست، اخلاص هست،
صدق است، محبت است، این کلش نعمت هاست. یا کلش الله برای بنده هاش میرسانه، لکن برای کدام بنده هاش میرسانه؟ برای بنده های خاصش این نعمت ها را الله سبحانه و تعالی میرسانه. و در این راستا مثلا شیخ سلیمان عبدالله میگه فالصواب ان شاء الله تعالی ما قاله ان ابن قیم، میگه ابن قیم بسیار خوب، مثلا بعضی کسات سوال میکنن که فرق بین دو صفت الرحمن و الرحیم چی هست. اینال این عالم میگه که صواب همی است که ان شاء الله آنچه که مثلا ابن قیم رحمه الله گفته هست که علامه ابن قیم چی گفته؟ علامه ابن قیم گفته که ان الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، که یعنی شیخ سلیمان میگه که علامه ابن قیم رحمه الله میگه، علامه ابن قیم رحمه الله میگه که رحمان که است دال دلالت میکنه على الصفة القائمة به سبحانه و تعالی، یعنی این صفت است که صفت ذاتی الله هست، که یعنی الله الرحمن است، یعنی دارای صفت رحمت است. و الرحیم که است میگه این دلالت میکنه علی تعلقها بالمرحوم، یعنی الرحیم که است صفت فعلی هست که دلالت میکنه به تعلق رحمت الله، یعنی او ذاتی که رحمت خدا باز برای مخلوقات خود که بالای از اینا رحم میکنه، بالای مرحومین امی صفت خدا یعنی رحمت خدا میرسانه. الله در ذاتش مهربان است و الله در افعالش مهربان است، یعنی ذات الله سبحانه و تعالی بر رحمت و مهربانی صفت شده هست که الرحمن گفته میشه. و وقتی که الله امین نعمت خدا، امین رحمت خدا بر مخلوقات میرسانه، ایره باز نام الرحیم الله به این معنا میشه. فکان الاول للوصف، یعنی اولش میگه یعنی صفت ذاتی هست برای وصف است، و ثانی دومش صفت فعلی هست، یعنی صفات الله یکی صفات ذاتی هست که به ذات الله تعلق میگیره و یکی صفات فعلی هست که به افعال الله تعلق میگیره. این رحمت که از صفت رحمت الله هم صفت فعلی هست و هم صفت ذاتی هست. وقتی که بر ذاتش رحمت بیان میشه الرحمن گفته میشه، و وقتی که صفت فعلی بیان میشه که امی رحمت خدا، الله رحمت های خدا، مهربانی خدا، نعمت های خدا بر مخلوقاتش میرسانه، پس باز چیز ذکر میشن الرحیم. فالاول دال على ان الرحمت صفته، میگه اولش دلالت میکنه به این که رحمت صفت الله هست، و الثانی یعنی الرحمن، و الثانی دوم که است که الرحیم است، میگه این دلالت میکنه انه یرحم خلقه برحمته، که الله رحم میکنه بالای مخلوقاتش به اساس رحمتش. خب موضوع دومی که ما شما ایره میخوانیم و در این کتاب هست، این موضوع چی هست؟ موضوع دومی چی رو میخوانیم ما شما در این راستا؟ خب باشیم باید در خط زیر جور بکنم. موضوع دومی که در اینجا ما شما او را میخوانیم موضوع چی هست؟ توحید عبادت. خب توحید عبادت حکمت خلقت انسان ها و جن هاست. یعنی چی هست؟ یعنی الله سبحانه و تعالی به چی حکمت مخلوقات خلق کرده؟ الله متعال میگه و قول الله تعالی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اینا چی میگه؟ و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الله متعال میگه که ما خلق نکردیم جنها را و انسان ها را مگر لیعبدون. این نون میبینید که این کسره که داره، این اصل چی هست؟ لیعبدونی. چی میشه؟ یعنی لیعبدونی، یعنی تا مرا عبادت بکنن. پس اینجا خلقت این جنها و انسان ها برای چی هست؟ تا که انسان ها الله را با وحدانیتش عبادت بکنه. از این خاطر ابو حیان اندلسی که یکی از مفسرین قرآن است میگه، کلبی رحمه الله میگه که لیعبدونی چی معنی میده؟ معنای لیعبدونی لیوحدونی میکنه، یعنی لیوحدونی تا مرا به یگانگی و به توحید عبادت بکنن، با توحید یاد بکنن. فالمؤمنو
اینجا یه عالم چی میگه؟ میگه فالمؤمن یوحده فی الشدة والرخاء. میگه مؤمن که هست، انسان مؤمن چی میکنه؟ میگه انسان مؤمن که هست الله سبحانه و تعالی را به وحدانیت یاد میکنه، هم در شدت و هم در شدت و سختی و هم در رخا. رخا چی را میگن؟ یعنی در آسانی. انسان مؤمن اگر در سختی هم باشه الله را یاد میکنه با وحدانیتش. مثلا دعا که چی هسته؟ دعا که مربوط توحید میشه، دعا مثلا توحید است در عبادات زبانی، پس در این حالت هم در سختی ها هم دعا و استغاثه هم عبادت است. دعا و استغاثه میکنه به الله. و در حالتی که رخا باشه یعنی آرامش داشته باشه و خوشی داشته باشه، هم ای بنده موحد الله سبحانه و تعالی را در این حالت چی میکنه؟ در این حالت هم عبادت میکنه. فرق بین مؤمن و کافر میگه. مشرک چی مشکل داره؟ میگه والکافر فی الشده. کافر که هست باز چون چی داره؟ به حساب انسان وقتی که در سختی ها میه، کافر هم اگر باشه ای باز در سختی ها باز به الله رجوع میکن. و اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. کافرها هستن که سرشان سختی بیایه، باز این سختی چی میکنن؟ باز سختی دیگه الله سبحانه و تعالی را بسیار یاد میکنن. باز وقتی که در رخا شدن، در آرامش بود، باز در اون صورت الله سبحانه و تعالی را درست عبادت نمیکنن. همین فرق از بین انسان مؤمن و انسان مشرک. اکرمه رضی الله عنه یک صحابی هست از سلف هست. این چه قسم؟ این میگه که لیعبدونی، امی اکرمه رضی الله عنه امی لیعبدونی را ترجمه میکنه، میگه که معنای لیعبدونی لیوتیعونی، یعنی که اطاعت مرا بکنه. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی این ترجمه میکنه میگه که ما خلق نکردم انسان ها و جن ها را مگر به خاطر ازی که اینا از ما اطاعت بکنه. فاثیب العابده، اینجا باز میگه که این برای چی است که اینا اطاعت بکنن. فاثیب العابده، پس الله متعال میگه باز ما ثواب میتونم برای کی؟ فاثیب العابده و اعاقب الجاحده، تا ای که ما ثواب بتونم برای کسایی که واقعا الله را عبادت میکنن و عاقبه و معاقبت و جزا بتونم برای کسایی که جاحد هستن، انکار میکنن از عبادت الله. پس ببینین معنای چی شد؟ یک معنایش لیعبدون لیوحدون، یک معنای چی شد؟ پس یک معنای یعبدون یوحدون شد، یک معنای یعبدون لیوتیعون شد. پس اینجا ما و شما، برای ما و شما سلف یک کلمه یوحدون گفت که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الا لیوحدونی، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی الا لیوتیعونی. یعنی اینجا یک معنایش هر دوش یک مفهوم میرسانه. پس این شد که هم خلقت انسان ها برای چی هست؟ حکمت خلقت انسان ها که الله را به وحدانیت یاد بکنن و عقیده داشته باشن و به وحدانیت عبادت بکننش و الله سبحانه و تعالی را در احکامش اطاعت بکنن، قوانین ساخت بشر را اطاعت نکنن. در این صورت فاثیب العابده و عاقب الجاحد. و مجاهد که است، این مجاهد هم یکی از چی هست؟ این تابعی هست. مجاهد رحمه الله یک تابعی است از جمله مفسرین هست. در جمله تابعین ای از جمله مفسرین بسیار مشهور است که از این امام ابن کثیر و امام الطبری و ابن ابی حاتم اینا از این بسیار چی میکنن؟ از مجاهد زیاد اقوال نقل میکنن، چون از مفسرین تابعین هست. اینال ای میگه که همی لیعبدونه را ای چی میگه؟ میگه الا للامر و النهی و ما خلقت والجن و ما خلقت الانس والجن الا للامر و النهی. یعنی چی است که اینا از اوامر اطاعت و از مناهی چیزهایی که نهی شدن از این چی کنن؟ از این اجتناب بکنن. پس کلمه چیز آل ما و شما، پس همین کلمه
یعبدونی را بین سه معنا میگیریم که هر سهش یک معناست. لیعبدونی، لیوحدونی، تا که مرا به وحدانیت یاد بکنن، لیعبدونی، لیطیعونی، و لیعبدونی لیطیعونی فی الامر و النهی. پس کل از این همین یک مفهوم، یعنی که الله سبحانه و تعالی را به وحدانیت عبادت بکنیم، به وحدانیت اطاعت بکنیم، اوامرش انجام بدیم و از منهیاتش دوری بکنیم. خب عالم دیگه چی میگه؟ همین علما بسیار چیزای خوب بیان میکنن. میگه فسره به توحید، میگه ایره علامه ابن عباس به توحید ایره تفسیر کرد، چون او رئیس مفسرین است. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما صحابی مفسر قرآن هست. اینالی عالم میگه فسره به توحید، میگه ایره به توحید تفسیر کرد، فکأن العبادت هی التوحید، میگه به این معنا هست که یعنی عبادت که هست توحید است. وقتی که تو الله را خاص عبادت میکنی تو این توحید شد. و التوحید هو العباده. چه خوب میگه عالم، میگه وقتی که کلمه لیعبدونی به توحید تفسیر شد، به این معنا میده که عبادت توحید است و توحید عبادت است. از این خاطر انسان باید در مسئله عقیده توحید بسیار متوجه باشه. مقاتل ابن سلیمان یک مفسر دیگه از مفسرین قرآن است، میگه اعبدوا یعنی وحدوا ربکم. چقدر زیبا میگه اعبدوا ربکم در آیت قرآن، میگه دیگه آیت شما میخواین که اعبدوا ربکم، باز اونجا بفهمید که اعبدوا ربکم به معنای وحدوا ربکم. و عبدالله ابن عباس میگه کل عبادت فی القرآن فهی توحید، میگه هر عبادتی که در قرآن ذکر شده است، میگه ای چی است؟ کل عبادت فی القرآن، میگه هر عبادت در قرآن عظیم شان ای توحید است. از این خاطر در تعریف توحید چی میگن؟ افراد الله وحده بجمیع انواع العبادات. یعنی توحید الوهیت چی هست؟ که یگانگی الله هست، افراد الله وحده بجمیع انواع العبادات، یگانگی الله سبحانه و تعالی به یگانگیش به تمامی انواع عبادات است. و عالم دیگه چی میگه؟ ما شما گپ هر عالم که میشنیم، گپ هر عالم مثل یک میوه جدید است که آدم میخوره و لذت بیشتر میبره. این عالم دیگه چی میگه؟ میگه توحید العبادت و هو افراد الله تعالی به انواع العبادت الباطنه و الظاهره. میگه یگانگی الله سبحانه و تعالی به تمامی انواع عبادت ها، چی باطنی باشه مثلا عبادت های فکری و قلبی باشه، و چی هم ظاهری باشه مثل عبادت های زبانی و عبادت های تشریعی و عبادت های بدنی و عبادت های مالی. کلزی که دعای و ذبح و نظری و غیره، دعا، ذبح، نظر و دیگر عبادت ها. خواه با اساس دلایل فوق حکمت از خلقت انسان ها و جن ها، توحید خالق متعال است که در اصل توحید عبادت است، زیرا کسی خالق متعال را به عبادت تخصیص میدهد که به توحید ربوبیت یقین داشته باشد. این حال کی تخصیص میده الله سبحانه و تعالی را به عبادت؟ کسی که توحید ربوبیت یقین داشته باشه که الله رب العالمین است، الله خلقنده هست، الله روزی دهنده هست، الله شاست. و به توحید اسما و صفات یقین داشته باشه که الله سبحانه و تعالی دارای اسما و صفات بسیار عالی هست. وقتی به این عقیده داشت، بازی انسان چی میکنه؟ و بگوید الرحمن الرحیم مالک یوم الدین است. و به اساس این توحید عبادت را قبول نموده، آن را مخصوص الله دانسته و به خالق متعال تعهد میکنه که ایاک نعبد و ایاک نستعین. این حال وقتی که پیش از اینکه ایاک نعبد و ایاک نستعین انسان میگه، قبل از این در قرآن چی میگه؟ الحمدلله رب العالمین، توحید ربوبیت، به ربوبیت الله قناعت کرد. الرحمن الرحیم که الله بخشاینده و مهربان هست. دیکھو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، این کلش بیان میکنه. وقتی که به اسما و صفات الله، به ربوبیت الله و به اسما و صفات الله ایمان داشت، باز میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین که باز این توحید الوهیت میشه. و باز بعد از دعا میکنه که اهدنا الصراط المستقیم. بعد از که انسان توحید ربوبیت، الوهیت و اسما و صفات کلش خوب یقین داشت، باز از الله چی میخواه؟ میخواه که مرا به راه راست
هدایت بکنه و نجات بده از راه کسایی که راه مغضوب علیهم کی بودن؟ مغضوب علیهم علمایی بودن که اینا سرشان غضب الله نازل شد. چرا سر از اینا غضب نازل شد؟ خب عالم بودن، به خاطر از اینکه اینا عالم بودن لکن مطابق علم خود عمل نمیکردن، به خاطر منفعت‌های دنیوی دین تحریف میکردن. اینا را هر عالمی که این اکثر علمای یهود بودن، علمای یهود همی عادت داشتن که علم داشتن، خوب تورات میفهمیدن و تمام چیزهایی که موسی علیه السلام برشان آورده بود میفهمیدن، لکن به او عمل نمیکردن. از سر از اینا غضب الله نازل شد. اینا هر عالمی که علم داشته باشه و مطابق علم خود عمل نکنه، سر از او غضب الله نعوذ بالله. و همچنان ما دعا میکنیم که الله ما رو در جمله ضالین قرار ندهین. اینا ضالین که هستن؟ ضالین اینا کسایی هستن که یا چی هستن؟ پیرها و مریدها و کشیشها که اینا در چی بودن؟ در نصرانیت بودن. در نصرانیت یک تعداد پیرها بودن که اینا ترک دنیا کرده بودن، ترک دنیا کاملا. مثلا رفته بودن قرار در ماغارای کوه اینجا قرار بودن، یا مثلا در کلیسا قرار چی میکردن؟ در کلیساها مثلا در کلیسا ازدواج نمیکردن، مثلا غذای خوب نمیخوردن، غذای خوب اینالیا غذای خوب نمیخوردن و همین قسم مثلا از نعمتها استفاده نمیکردن. و به این شکل اینا چی بودن؟ میگفتن که ما راهب هستیم. و یک تعداد زنا بودن که اینا هم ازدواج نمیکردن، اینا رو باز راهبه میگفتن. اینالیا چی بودن؟ یا در حقیقت در ظاهر مردم فریب میدادن، اما اگر همراهشان چند وقت میبودی باز میدیدی که همی کسانی که میگفتن، کسانی که تارک دنیا بودن یعنی ادعا میکردن دیگه، ادعای دروغی میکردن. اینا را باز میدیدی که خودشان از تمام مردم کرده هم دنیا را خوش دارن. به همین خاطر به همین سبب چی میکردن؟ تحریف میکردن. اینا کسایی که از امت رسول الله صلی الله علیه و سلم، از مسلمان ها که هستن، مسلمان ها اگر مشابهت با اینا پیدا میکنن دیگه اینا هم در ضالین داخل میشن. یعنی ضال کی نمیگن؟ کسی که به بدعت ها مبتلا هستن. کل بدعت ضلاله. چرا اینا مثلا به بدعت ها مبتلا هستن؟ به خاطر از اینکه اینها علم نداشتن، از خود عبادت می ساختن. اکثرا همین کسایی که مثلا کسانی که علم ندارن، اینا را که شما ببینین، اینا کسایی که علم ندارن، اینا عبادت از خود می سازن و از عقل خود دلیل میگیرن که چی نقص داره. مثلا اگه برشان بگویی که این بدعت است، اگه بگویی که بدعت است، چی میگه که من عبادت میکنم. چرا شما ما رو به عبادت نمیمانین؟ در حالی که مثلا نوعیت عبادت چند چیز است. نوعیت عبادت، کیفیت عبادت، کمیت عبادت. متوجه هستین؟ که چند چیز است. مثلا اول نوعیت عبادت است، الله تعیین میکنه، رسول الله صلی الله علیه و تبلیغ میکنه. کیفیت عبادت الله تعیین میکنه، رسول الله صلی الله علیه و تبلیغ میکنه. کمیت یا اندازه عبادت که چقدر عبادت ما، چه قسم عبادت بکنیم، چند رکعت عبادت بکنیم، چقدر ذکر بکنیم، الله تعیین کرده و رسول الله صلی الله علیه و تبلیغ میکنه. مثلا زمان عبادت که مثلا در کدام زمان کدام عبادت بکنیم، الله تعیین کرده و رسول الله صلی الله علیه و تطبیق میکنه. و مثلا مکان عبادت که مثلا ما آیا میتونیم حج در جای بکنیم، طواف در جای بکنیم؟ نه، طواف مخصوص خانه کعبه هست، اینا در هر جای نمیشه. و همچنین وسایل ازی، مثلا وقتی که ما قربانی میکنیم، آیا میتونیم مثلا در قربانی ایره هم مثلا
وسایلش الله تعیین کرده و رسول الله هم تبلیغ کرده که مثلا قربانی یا گاو باشه یا شتر باشه یا گوسفند باشه یا بز باشه. اما اگر مثلا یک نفر بگه که من میخوایم که آهو را چی کنیم، یا یک مثلا بگه که شترمرغ بسیار بزرگ است، شترمرغ مثلا 4 تا گوسفند باره میشه، ما میگیم که نه خیر. چرا نمیشه؟ به خاطری که الله و سبحانه و تعالی و رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا بر ما بیان نکرده، یعنی نه الله تعیین نکرده. الله نگفته که شما شترمرغ یا آهو را، ولو که یک آهو شاید بسیار قیمت زیاد باشه، قیمت 2 تا 20 تا شتر داشته باشه یک آهو، لکن چی نمیشه، عبادت نمیشه. پس این چی شد که وحدانیت الله بین این قسم چی میشه. خب تا این قسمت ما و شما درس خوانیم، انشاءالله موضوع سومی میشه، انشاءالله در جلسه بعدی میخوانیم انشاءالله. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.